سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی انرژی خوانی دیگه. امروز میخوام براتون بله یا خیر داشته باشم و برای این بله یا خیر توضیحات نسبتا کاملی هم سعی میکنم که داشته باشم. صرفا یه بله یا خیر کوتاه نیستش. نیتتون آزاده، میتونید برای این انرژی خوانی هر نیتی که دارید رو داشته باشید، به صورت سوال بله یا خیری بپرسید و ببینیم که چه جوابی کائنات میخواد به شما بده. برای بله یا خیر امروز 3 تا گروه در نظر دارم. میتونید روی هر کدوم نیت جداگونه داشته باشید. بریم برای انتخاب گروه ها. خب امروز ما 3 تا گزینه داریم: گروه 1، گروه 2 و گروه 3. لطفاً تمرکز بکنید، یکی از این 3 تا گروه رو انتخاب بکنید یا همونطور که گفتم روی هر کدوم میتونید یه نیت داشته باشید و بریم ببینیم جواب سوال شما چه چیزی هست. سلام به همه شما عزیزانی که گروه 1 رو انتخاب کردین. ببینیم جواب بله یا خیر شما چیه. بعد از اینکه این رو دیدیم بیشتر هم با کارت ها براتون شفاف سازی میکنم و سعی میکنم توضیحات کامل تری بدم. خب The Empress، جواب سوال شما بله هست و بسیار همین کارت مثبتیه. کارتیه که نشون دهنده فراوانی و جریان انرژی های خوب و مثبت به سمت شما هست. پس این نیت نه تنها برای شما اتفاق میفته، بلکه با اتفاق افتادنش برای شما خیر و برکت خیلی زیادی رو به همراه میاره. باعث میشه که شما احساسات بسیار مثبتی رو تجربه بکنید. خصوصا من فکر میکنم که باعث میشه شما احساس خیلی خوبی نسبت به خودتون پیدا بکنید. مثلا اگر که یک نیت کاریه، اتفاق افتادن این مسئله باعث میشه که شما نسبت به خودتون احساس غرور و افتخار داشته باشید، اعتماد به نفستون بره بالا. اگر مسئله احساسی، ورود این آدم به زندگیتون و وجود این آدم تو زندگیتون باعث میشه که احساس خیلی خوب و مثبتی نسبت به خودتون داشته باشید. یه جورهایی انگار که قراره که ذهنتون شفاف بشه. اگر که تا الان دچار مه فکری بودید، مه ذهنی بودید، اگر که نمیدونستید قراره که اوضاع چه جوری پیش بره، گیجی، سردرگمی داشتید، این موضوع براتون شفاف میشه و جریان فراوانی به سمت زندگیتون جاری میشه، حالا توی هر موضوعی که نیت دارید. یه مسئله دیگه، از اونجایی که کارت امپرس در واقع مادر هست توی تاروت، میتونه برای بعضی از شماهایی که نیت فرزنددار شدن دارید یا حالا چه فرزند خودتون، چه خلق کردن یک مسئله کاری، تحصیلی، به هر حال به وجود آوردن، خلق کردن، بهتر بگم متولد کردن، یه همچین نیتی اگر دارید، این کارت برای شما خیلی نشونه مثبت و با برکتیه. به 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 به، خیلی جالبه. اینو نمیخواستم بیارم ولی ببین، اگر که شما نیتتون ازدواجه که قطعا این اتفاق میفته، به خاطر اینکه کارت هروفنت کارت رسمی شدن، کارت قرارداد داشتنه. اگر ازدواجه که قطعا این ازدواج اتفاق میفته و این کینگ آف پنتکلز یک آدمیه که میتونه شریک زندگی شما باشه، آدم قابل اعتماد، آدم باثبات و خیلی مثبتیه. اگر که یک نیت کاریه، نیت تحصیلی، هر چیزی که هست، حتی مهاجرت، به معنی اینه که این مجوز برای شما صادر میشه، این قرارداد برای شما نوشته میشه و یک نفر دیگه هم درگیر این مسئله هست که آدم قابل اعتمادیه، آدمیه که میتونید بهش تکیه بکنید، میتونید بهش اعتماد بکنید، آدم مثبتیه و در کل تمامی این کارت ها علاوه بر اینکه خیلی پرقدرتن، نشون دهنده مثبت بودنم هستن. اگر گرهی توی زندگیتون بوده، مثلا گره قانونی یا چنین چیزی، اون هم میبینم که حل میشه، حتی میتونه با وساطت حل بشه، یک آدمی بیاد واسطه بشه و این مسئله رو براتون حل بکنه. یه کمی بازش بکنیم، شفافتر بشیم. نیت شما خیلی میتونه مرتبط باشه با بحثای ازدواج، خونه، خانواده،
خونه خریدن، خانواده تشکیل دادن، یک کسب و کار جدید راه انداختن. ببین اینو من کاملا احساس میکنم که یک تولد دوباره این وسط هست، یک تغییری که واقعا مثل یک تولد دوباره هستش. اما هفت شمشیر داره میگه که سعی کن حواست به آدمای منفی اطرافت باشه. اگر داری یه کاری انجام میدی تا قطعی نشده به هیچ کس نگو، چون بدخواه و انرژی های منفی، آدم های بددل، بدخواه اطرافت زیاد هستن. اون مسئله رو، اون پروژه رو تا انجام نشده به زبون نیار، در موردش حرف نزن، به هر کسی اعتماد نکن، رازتو به هر کسی نگو. اجازه بده که این مسئله توی امنیت الهی حل بشه، خودش شکوفا بشه. پس آدم‌های دیگر رو، یعنی بهتر بگم هر کسی رو محرم راز خودت ندون در مورد این مسئله. خب حواست به این موضوع باشه. خیلی از شما هم ممکنه که نیتتون مثلا موفقیت بچه هاتون یا ازدواج بچه هاتون باشه، حالا دختر یا پسر فرق نمیکنه. این اتفاق میبینم که میفته، یعنی اون عاقبت به خیری که برای فرزندانتون میخواید با توجه به اون 10 سکه‌ای هم که اینجا بود میتونم این رو ببینم، این برای شما اتفاق میفته. پس نگرانی وجود نداره. از کارت‌های فرشتگان هم استفاده میکنم، فقط یک پیش بینی برای آینده داشته باشم برای شما و حالا اگر راهنمایی هست و ریدینگ رو ببندم. خب میگه که بهتون تبریک میگم، برنامه‌ریزی هایی که کرده بودید به خوبی داره جواب میده و الان زمان اینه که بدرخشی. ایده های درخشان جدید خودشون رو به تو نشون میدن، موفقیتت تضمین شده است. خودت رو صادقانه و با گشودگی اظهار کن، ابراز وجود بکن و بدون چه کسانی اطراف تو هستن و آیا قابل اعتماد هستن یا نیستن. و در مقابل فرصت‌های ناگهانی و غیر منتظره گشوده باش. و جالبه، من اینجا هم حالت چشم رو احساس کردم، هم اینجا حالت چشم رو احساس کردم. ممکنه کسی بخواد به شما نظر بد داشته باشه. برای این کار شما میتونید، حالا از هر بستگی داره که به چی اعتقاد دارید، چه اعتقادی دارید، میتونید از دعاهایی که دعاهای مثبت منظورم، حالا مثلا اگر آیه قرآنی هست، اگر هر چیزی که خودتون اعتقاد دارید استفاده بکنید، از کریستال ها استفاده بکنید، با عود و شمع و حالا سیج و همه اینها محیطتون رو پاکسازی بکنید و اصلا نترسید. یعنی یکی از راه‌های مقابله با انرژی های منفی اینه که ازشون نترسید و قدرت خودتون رو پایین نیارید، چرا که قدرت درونی شما و خواست خداوند به همه انرژی های منفی برتری داره. پس نگران این موضوع نباشید. صرفا من اینو گفتم که بدونید که به هر کسی اعتماد نکنید، بدونید کی قابل اعتماده و کی نیستش. خب بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خوشحالم که این انرژی خوانی مثبت رو براتون انجام دادم. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که لایکش بکنید. تا یک انرژی خوانی دیگه، خدا نگهدار. سلام به همه شما عزیزانی که گروه 2 رو انتخاب کردیم. ببینیم جواب بله یا خیر شما چیه. بعد از اینکه این رو دیدیم با کارت‌های دیگه شفاف سازی میکنم و بیشتر توضیح میدم. خب به نظر میاد که جواب سوال شما نه هست، اما این نه انگار که به رفتار خودتون مربوطه. یعنی انگار که شما در مورد یک مسئله انقدر تعصب دارید، انقدر ذهنتون بسته شده و راه‌های جدید و متفاوت رو نمی‌بینید یا دارید لجبازی می‌کنید که این اتفاق برای شما رخ نمیده. یه حالت گرفتگی انرژی اینجا دارم می‌بینم، حرص و طمع می‌بینم، خسیسی می‌بینم یا لجبازی و تعصب داشتن رو می‌بینم که باعث میشه که شما انگار که نسبت به مسیرهای جدید گشوده نباشید، انگار که یه مقداری بستگی انرژی از سمت خودتون باشه. انرژیتون انقدر گرفته است، انقدر بسته است که هیچ چیزی تو حوزه انرژی شما نمیتونه جریان پیدا بکنه. پس جواب سوال شما نه هست. برای گروه 2 در مورد بله یا خیرشون میخوایم شفاف سازی داشته باشیم. خب من احساس میکنم که شما به یک چیزی در گذشته چسبیدید که باید ازش رها بشید
و خودتون رو رشد بدید و ارتقا بدید، اما این کار رو نمی کنید. شما باید این درس رو بگیرید و ازش عبور بکنید، باید رشد کنید، اما انگار موندید توی اون از دست دادن، موندید توی اون یه حالت درجا زدن، پیش نرفتن، حسرت خوردن، افسوس خوردن برای اون چیزی که از دست دادید و اینکه حاضر نیستید رشد کنید، حاضر نیستید که مسیرهای جدید رو نگاه کنید، حتی بررسیش بکنید، چه برسه به اینکه بخواید قدم تو این مسیر بذارید. پس داره یه جورهایی شما رو وادار میکنه، میگه این اتفاقی که میخوای نمیفته به خاطر اینکه خودت حوزه انرژی تو بستی. انرژی کنونی شما انرژی کمبوده، انرژی ندارمه، نمیتونمه، انرژی ناتوانیه، انرژی دلشکستگیه. دقیقاً همونطور که گفتم شما توی این انرژی موندید، حرکت نمی کنید. چقدر قشنگ، جالب. ببین هنگمن آدمیه که دست و پاش بسته است، همینجوری آویزون مونده. خب و چقدر قشنگ. ببین میگه باید ریسک بکنی. هنگمن آدمیه که همینجا مونده، تکون نمیخوره و زمانی از این وضعیت آزاد میشه که بتونه دیدگاهشو به زندگی عوض بکنه، بتونه خودشو تغییر بده، بتونه ریسک کنه و با این نگاه متفاوت به دنیا نگاه کنه. اگر تو انرژی های کمبود، از دست دادن، ناراحتی، همه اینها بمونید و رشد نکنید، هیچ اتفاق مثبتی خود به خود برای شما نمیفته. انرژیتون کاملا گرفته، کاملا بسته است. ببین شاید به صورت کلی شما اینجوری نباشید، شاید در مورد این نیت خاص اینجوری هستید و این توضیحات در مورد این نیت خاص شماست که باید برطرفش بکنید. خب و از کارت‌های فرشتگان میخوام استفاده کنم، یک کارت برای راهنمایی و یه جورایی پیش بینی این نیت آینده شماست. خب خداوندا برای این نیت گروه 2 خب میگه که این مسیری که توش بودی به نظر میاد که مسیر درستیه، اما الان با چالش هایی مواجه شدی. میگه که یک مسیر بهتری برای تو وجود داره که میتونه تو رو خیلی خوشحال تر بکنه. ببین تغییرات ضروریه برای اینکه بتونی به مسیر اصلی برگردی. از آدم‌های منفی که انرژیتو میگیرن یا دراما وارد زندگیت میکنن خودت رو دور بکن، ازشون اجتناب بکن. خب خیلی جالبه. پس میگه اگر میخوای تغییری تو زندگیت ایجاد بشه، باید آگاهانه اون تغییر رو ایجاد بکنی خودت. یعنی خودت باید یه حرکتی بکنی با این انرژی گرفته، با این انرژی بسته، تا وقتی که جهت نگاهت و دیدت رو تغییر ندی، اتفاقی هم برات نمیفته. خب بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر چه زودتر بتونید از این انرژی خارج بشید و تغییرات رو با آغوش باز بپذیرید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید که لایکش بکنید. ممنونم و تا یک انرژی خوانی دیگه، خدا نگهدار. سلام به همه شما عزیزانی که گروه 3 رو انتخاب کردید. بریم جواب بله یا خیرتون رو ببینیم و بعد از اینکه جواب اصلی رو از این کارت دیدم، یه سری توضیحات اضافه با کارت‌های دیگه بهتون میدم. خب جواب بله یا خیر گروه 3. بله، جواب سوال شما بله هست. یک بله پر انرژی، مثبت، خوب. داره میگه که این نیتی که شما دارید به دست خودتون انجام میشه، به دست خودتون اوکی میشه، حالا هر چیزی که هست. میگه همه امکانات در اختیارتون قرار داده شده یا قرار داده میشه که بتونید با توانایی خودتون، با انرژی خودتون، با اقدام و عمل خودتون اون کاری که میخواین رو انجام بدید و به نتیجه برسونیدش. حتی گاهی ممکنه صرفاً یک آگاهی باشه که به شما وارد میشه از اینکه اوضاع رو چجوری باید رفع و رجوع بکنید. اما هر چیزی که هست یه چیزی که خودتون توش دست دارید، یعنی توسط خودتون باید انجام بشه. منفعلانه نیست. اینجوری نیستش که شما عقب وایسید خود به خود این اتفاقا بیفته. خب بریم عمیق‌تر شیم ببینیم دیگه چی میتونیم بدونیم در مورد این وضعیت، در مورد این نیت. چقدر کارت های مثبت و میدونی قوی دارید شما. این قدرت خیلی برام مهمتره. 2 تا میجر
یه دونه یک سکه. امپراتور، مجیشن خیلی قویان. پس نشون میده که شما توانایی حل این مسئله رو، توانایی به دست آوردن این خواسته قلبیتون رو 100% دارید و 100% به دستش میارید و خداوند و کائنات هم به شما کمک میکنن. فرصت ها سر راه شما قرار میگیره، ولی این خود شما هستید که باید از این فرصت ها به خوبی استفاده بکنید در جهت خواسته خودتون. ممکنه آدم های دیگه هم توی این مسیر به شما کمک بکنن، اما مهمتر از همه من حمایت الهی رو دارم میبینم و توانایی، قدرت و اراده‌ای که خودتون دارید. خب این اراده خودتون خیلی اینجا تکرار داره میشه. مجیشن که اصلا نماد اراده، نماد قدرت یک فردی که میتونه ایده هاش و افکارش رو به واقعیت تبدیل بکنه و امپراتور هم که قدرت تمام تاروت در دستشه. ببین جالبه، ممکنه که شما این نیت رو داشته باشید که مثلا یه چیزی رو بخواید جذب بکنید، منیفست بکنید. خب حتما نباید یه کاری باشه. ممکنه شما بخواید از قدرت ذهنتون استفاده کنید، یه چیزی خواسته‌ای رو خلق بکنید و به دستش بیارید. میتونید این کار رو بکنید. این رو هم من خیلی شهودی دریافت کردم. خب برای گروه سوم خب اون دوران سخت و چالشی که شما داشتید دیگه رو به اتمام. اون دورانی که مجبور بودید تنهایی همه چیز رو به دوش بکشید رو به اتمام. میبینم آدم‌های دیگه به کمکتون میان و باز هم میگم بیشتر از آدم‌های دیگه دارم انرژی های برتر رو میبینم که تو این مسئله به شما کمک میکنن. یعنی کائنات، خداوند، فرشتگان، هر چیزی که خودتون بهش اعتقاد دارید. و من میبینم انگار بعد از یک دوره سختی این چرخ برای شما میچرخه، این تغییر برای شما ایجاد میشه و شما به یک آرامش روحی روانی میرسید، به یک ثبات احساسی میرسید که شاید بعد از اینکه این همه بار روی دوشتون بوده حالا بتونید استراحت بکنید. استراحت منظور آرامش ذهنی، آرامش روانیه. از نظر احساسی میبینم تو وضعیت فوق‌العاده مثبتی قرار میگیرید و یه جورایی انگار که میگی خب بالاخره نوبت منم شد که از زندگی لذت ببرم، بالاخره نوبت منم شد که این خوشی ها و خوشبختی ها رو بخوام تجربه بکنم. و یه جورایی اعتماد به نفستون هم خیلی میره بالا، به خاطر اینکه انگار که خودتون این شرایط رو ایجاد کردید، خودتون تحمل کردید، اقداماتی انجام دادید، کارایی کردید که نتیجهش این رضایتمندیه شده، نتیجهش این خوشبختیه شده و حالا انگار وارد یه دوره خوششانسی میشید. خب از کارت های پیام فرشتگان میخوام استفاده کنم، یه جورهایی هم پیشبینی آینده، هم اگر راهنمایی داره، هر چیزی که هست. خب میگه که این یک شروع برای تجربیات احساسی جدیده که میتونه به یک چیز عمیق‌تری تبدیل بشه. ممکنه که یک پیامی دریافت بکنی که کسی داره ابراز احساسات میکنه توش و حتی تو اصلا نمیدونستی که این آدم نسبت به تو حسی داره. یا ممکنه که دعوت شی به یک حالا ایونت، یک جای اجتماعی، خیلی هم زود این اتفاق میفته. توی این موقعیت میگه یک آدمی درگیره که خیلی آدم لطیف، دوست داشتنیه، نیت خیر داره برای تو و ممکنه که اصلا خودت این آدم باشی، اما اگر که یک نفر دیگه داره بهت نزدیک میشه و قراره که به پیشنهاد احساسی بده، میتونه اون باشه. و اینکه این آدم هنری، حساسه و ممکنه کمی خجالتی باشه. خب جنبه احساسیش که کاملا مشخصه چی داره میگه. ممکنه شما یک پیشنهاد احساسی داشته باشید، یک آدمی وارد زندگیتون بشه که این ویژگی ها رو داره، ولی اگر هم که بحث احساسیش رو نخواهیم در نظر بگیریم، داره این رو میگه که شما در واقع یک مسیری رو شروع کردید
که توش دارید هی بیشتر و بیشتر پیش میرید، هی عمیق‌تر و عمیق‌تر میشین و این خیلی برای شما مثبته و از نظر اجتماعی هم میتونه برای شما جنبه مثبت داشته باشه، حالا دیده بشید یا با آدم‌های جدید آشنا بشید و چیزهای این مدلی. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید که لایکش بکنید، چون خیلی به من کمک میکنه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و تا یک انرژی خوانی دیگه، خدا نگهدار.